برای بررسی آرا و نظرات احمد کسروی در رابطه با از بین بردن تمامی زبانها و نیم زبانهای رایج در ایران به غیر از فارسی، ما بایستی به کتاب‌های و مقالات احمد کسروی رجوع بکنیم. چنانچه می‌دونید احمد کسروی مقالات و کتاب‌های زیادی در رابطه با زبان کار کرده بود که در کل همشون یک چیز رو میگفتن و اون چیزی نیست جز این که بایستی زبان فارسی فراگیر بشه و دیگر زبان‌ها از بین برن. به این خاطر مثلا ما میبینیم که توی کتاب کاروند کسروی که یحیی زوکا اون رو گردآوری کرد و 78 تا مقاله از احمد کسروی توی اون هستش رو اونجا میبینیم که احمد کسروی به صراحت بیان میکنه که بایستی زبان فارسی جایگزین تمام زبانها و نیم زبانها از جمله ترکی، عربی، کردی، پشتو، بلوچ، مازنی، گیلکی و غیره بشه. البته این حرف رو آقای محمود افشار هم توی جاهای دیگه‌ای به شکل‌های دیگه‌ای تکرار میکنه، ولی وقتی برمیگردیم به حرفای احمد کسروی، بنده کتاب نوشته های احمد کسروی در رابطه با زبان فارسی رو انتخاب کردم که توی اون پرسش ها و پاسخ هایی که بین مخاطبین مجله پیمان و احمد کسروی بوده رو گردآوری کردن. از اونجا یک سری اسنادی رو پیدا میکنیم که اونجا میبینیم که چگونه چه دیدگاهی نسبت به زبان ترکی و زبان آذربایجان داشتن و میخواستن اصلا چه آینده ای رو برای این زبان متصور بودن. ابتدا میریم سراغ این قضیه که احمد کسروی یک آرزوی نشدنی داشت، یعنی نه اینکه نتونه بلکه نشدنی بود، به خاطر اینکه فاکتورهایی که یک زبان رو زبان بین المللی میکنه صرفاً آسانی اون زبان نیست یا استاندارد بودن اون زبان نیست، بلکه فاکتورهای سیاسی و اقتصادی زیادی در این قضیه دخیل هستند. احمد کسروی آرزو داشت که زبان فارسی در سراسر آسیا، چنانچه میبینید در سراسر آسیا پراکنده بشه و مثل یک زبان اسپرانتو یا زبان انگلیسی که حالا زبان بین المللی هست توی کل آسیا